ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که اساس و بهانه‌ها را برای محروم کردن خارجیان و به خصوص مهاجران از حق شهروندی این کشور زیادتر می‌کند. بر اساس این قانون که روز 31 ایول به امضا رسید، اگر یک خارجی شهروندی روسیه را گرفته باشد و جنایت سخت صادر کند، شناسنامه‌اش را از دستش می‌گیرند و از شهروندی محروم می‌کنند. اساسهای نو برای محروم سازی جنایت‌های سخت به مثل قتل، تجاوز گروهی و تجاوز با بیرحمی خاص بوده می‌توانند. یک اساس دیگری که می‌تواند هر کسی دیگری را از حق شهروندی روسیه محروم کند، افراط‌گرایی و درست شماریدن تروریسم است. سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان تاجیکستان را در روسیه به خصوص با اتهام افراط‌گرایی به زندان محکوم کردند. چندی از رهبران جمعیت‌های تاجیکان را به یگان گناه و گاه با درخواست حکومت تاجیکستان از شهروندی روسیه محروم کرده و به دوشنبه سپردند. همچنین اگر کسی که با کودک تا 12 ساله ارتباط جنسی داشت یا کودکان و نورسان را به تنفروشی و ارتباط جنسی مجبور می سازد یا مواد پورنوگرافی با حضور کودکان را آماده و نشر می کند، از حق شهروندی روسیه محروم کرده می شود. جنایت‌های دیگر به مثل تهدید به امنیت ملی و همکاری با کشورهای دشمن روسیه هم می توانند که اساس برای بازپس گرفتن شناسنامه روسی از یک مهاجر شوند. شماره شهروندان روسیه از حساب شهروندان تاجیکستان ده‌ها هزار نفر را تشکیل می‌دهد و تنها در سال 2022 بیش از 170,000 تاجیکستانی صاحب شناسنامه روسی شدند. طرح قانون مذکور را روز 16 ایول دومه دولتی روسیه تصویب کرده بود.